افتتاح شیک‌ترین رستوران با حضور مقامات امارت اسلامی در قلب کابل. وقت که بسیار جای مقبول، جای خوب جور کردن. قمار زدیم، توکل ما گفتیم به خدا فهمید یهی است که تا سر میرسه، یهی است که پیسه ما در دریا میره. ډیره ښه فضا دغه څه فکر کړل کې او بل دوبۍ یا سنگاپور یا اروپا کې چې څوک اوسېږي، څوک فامیل سره راځي، پس د ماښامه راځي، د ورځې راځي. خیرخان مارکت هم که کمپلکس در افغانستان همین یک ساختمان بی‌نظیر است در سطح افغانستان. من خودم باور کنم امروز زیاد خسته بودم، دیگه که آمدم همین خستگی مکمل رفت شد. تب ما را می رستوران امروز خریده. در اون وقتی که مثال که ما در اینجا سرمایه گذاری میکردیم، مردم از کشور میرفتن. او بیروت هوټل که هر څوک غواړي چې ښه ډوډۍ یا ښه ذایقې والا هغه خوري، ډېر خوندوره ډوډۍ او ښه مختلفه غذا یې پخ کړې وه. رستورانی هست که مثال که میتونه که هر کسی همراه فامیل خود بیاید نمیجه مثال که هر رقم چیزایی که بخواید انشالله برشان حاضر میشود. به نام و یاد پروردگار سلام و درود نثار تک تک هموطنان نازنین بیننده‌های خوب چینل افغانمید. وقت شما عزیزان بیننده بخیر. امید عظیمی هستم با همکار دوست داشتنیم با یک برنامه در خدمت شما عزیزان بیننده. عزیزان بیننده، قسمی که شما در تصویر بیننده هستید، امروز ما در افتتاح شیک‌ترین رستوران در قلب کابل هستیم. قرار است که تا لحظات بعد این رستوران زیبا و دلانگیز افتتاح شود. با ما همراه باشید، میریم زیبایی این رستوران به تصویر میکشیم و همچنان این رستوران چقدر جاهای دیدنی داره و چه نوع غذاها را تهیه میکنه برای هموطنان ما. شما بیننده برنامه ما باشید. تصاویر مقبول داریم، بیننده برنامه ما باشید. عزیزان بیننده، سپاسگزارتان که بیننده گزارش ویژه‌مان از این رستوران شیک و دلانگیز هستید. با یکی از هموطنان ما هستیم، صحبت‌هایی می داشته باشیم، ببینیم ایشان روز هم در افتتاحیه اشتراک کردن و چقدر این فضا برایشان خوشایند تمام شده. عزیز برادر، سلام و خسته نباشید. سلام به شما، سلام به تمام مردم افغانستان. قربانتان، خوب هستین؟ بخیر باشین. با عزت باشین. یک معرفی کوتاه می داشته باشین. اینجا محمد شاکر، یکی از کارمندای شرکت‌های خصوصی هستم. شاکر جان عزیز، امروز شما هم در این افتتاحیه اشتراک کردین. بله. چقدر یک جای زیبا، تجربه اولتان است؟ والا واقعیت که بسیار جای مقبول، جای خوب جور کردن و جای دیدنی برای تمام مردم افغانستان. شاید از خیلی مردمای افغانستان یعنی مردم آمده باشه برای دیدنش. واقعیت که من خود یک کم تم تعجب کردم چون جای بسیار اساس جور کردن، خصوصا این رستوران بسیار خوب یک رستوران است و واقعیت که برای من یک جای دیدنی بود. براتون خوشایند بود جای چطور؟ بالکل، واقعیت جای خوشایند. در رابطه با زیبایی و تفاوتی که این رستوران شیک و دلانگیز نسبت به رستوران‌های دیگر که شما رفتین، چی ویژگی‌ها داره اینجا؟ والا ویژگی‌های زیاد داره. من در اکثریت رستوران‌ها رفتم چون بسیار اساس مقبول جور کرده، بسیار یک دکور اساس و جایای خوب، جایای تفریحگاه خوب، جایای برای شستن و ما واقعا خوش هستیم که در یک جای ما. افتتاح همچون رستوران‌های زیبا چقدر مفید است برای هموطنان ما؟ قسمی که به شما معلوم است، باید مردم افغانستان خصوصا همه تجارای ما بکوشن و کار کنن تا که همون تو یک جای جور کنه برای مردم و
برای دیدنشان و هم یک رستوران ها را جور کنن و واقعا که جای افتخار است. آدم خسته می باشه همچون جایی هم خستگیش کاملا برطرف میشه. بالکل واقعا نمونده یک پس من خودم باور کنم امروز زیاد خسته بودم دیگه که آمدم همی خستگی مکمل رفت شد. تب ما را می رستوران امروز خریده. همونده یک پس بالکل. قربانتان سلامت باشین ان شاء الله که از این رستوران لذت ببرین و غذا هم به دلتان ان شاء الله باشه. ان شاء الله توکل به خدا. سلامت باشین. پیام داشته باشین کمری ما در خدمت. پیام خاص ندارم فقط به تمام ملت افغانستان همی گفتنیم است که درس بخوانن کار کنن زحمت بکشن تا که یک افغانستان پر افتخار داشته باشه. سلامت و با عزت باشین. بخیر باشین. قربانتان عزیزان بیننده چند تصویر مقبول باشه در ادامه برنامه با هموطنان ما هستیم و صحبت‌های می داشته باشیم. عزیزان بیننده سپاسگزارم که بیننده گزارش ما از افتتاحیه شیک‌ترین رستوران در قلب کابل هستین. با هموطنان ما هستیم صحبتایی می داشته باشیم خوشحالیشون نسبت به افتتاح رستوران می داشته باشیم. عزیز برادر سلام خسته نباشید. سلام برادر شما مانده نباشید با این زیبای قشنگ مارکت ما خوش آمده. قربانتون بخیر باشین. همینجا دیگه دکاندار هستین البته. ما خودم ما کسیم از افتتاح اولش هستیم. از متحداب هستین دیگه. از متحداب که وقتی مثلا در وقت که غرفا بود که با سوخت بعد از اون ان شاء الله که ان شاء الله خودم میبینه که بخیر به خوبی مارکت جور شده که در کل گیساب افغانستان همین تو مارکت دیگه تال جور نشده. واقعا اسم مبارک تا نگفتین. اسم من نورالله امیرزاده از منزل سیر نماینده‌اش هستم. امیرزاده صاحب عزیز ماشاءالله این مرکز تجارتی خیرخواه هم غوغا با کردن واقعا یک جای زیباست. والا هست که نمیتو گپ شما بالکل حقیقت داره که فهمیدین که هم غوغاست هم زیباست که فهمیدین مثال گپ در او وقتی که مثال گپ ما در اینجا سرمایه گذاری میکردیم مردم از کشور میرفتن مگر ما این اینجا پیسه خود پاس در می کشور خود گورش کردیم. پیسه را قمار زدیم اینجا بانک کردیم. قمار زدیم توکل ما گفتیم به خدا فهمیدی یی است که تا سر میرسه یی است که پیسه ما در دریا میره و مگم امروز فضل خداست که امروز ما زر چیزش دیگه مفاد گرفتیم از دکانایش ان شاء الله ما مفاد میگیریم فهمید یعنی امروز صبح دیگه در منزل سه دیگه خودم ما در بخش سامان موبایل هستیم دیگه نه ان شاء الله در بغل تا نخوردن رستوران تو افتتاح شد بخیر. رستوران بسیار همین تو صفا صدر منظم یک رستورانی هست که مثال گپ میتونه که هر کسی امرای فامیل خود بیاین نمیجه مثال گپ هر رقم چیزایی که بخواید انشالله برشان حاضر میشه. اینجا دیگه جای فامیلی هم داره. انشالله جای فامیلی هم داره جای فامیلی هم هست. واقعا چقدر یک نمای زیبا چقدر یک دیکور عالی است. اما شاد میسازه آدم. والا بس این نمای که هست که بسیار در پلند در افغانستان اولترین زیباترین جایی که هست که نمیجه جور شده دمی خیرخواه مارکت جور شده. خوش هستین؟ انشالله 100% بخیر. نونای چاشت شام هم میجه هستین دیگه. والا باز دیگه ببینیم دیگه ان شاء الله دیگه که چیزی قسمت نصیب بود دیگه. قربانتان پیام داشته باشین کمری ما در خدمت. پیام ما اینمی است که با تمام وطندارای ما که در از وطن که خارج هستن بیاین وطن خود اگه 100 سالم در یک وطن دیگه مثال گپ
کار کنیم بار کنیم بازم به می وطن خود ما احتیاج هستیم. ما تقریبا در پاکستان در مدت 35 سال وقت تیر کردیم مگه موجه ولگ 19 ماه بیش شده باشه. مگه در وطن خود که آمدیم شکر الحمدلله تا یک جای رسیدیم. وطن است. وطن است. هر گوشه جان که بیرو پس بر میگردی خاک دیگه کش داره. بالکل وطن مادر است، وطن جان است، وطن ایمان است، ناموس است، وطن هر چیز است. عزت باشین، ایام خوش داشته باشین، انشالله از این رستوران لذت ببرین. همچنان شما همچنان. بسیار زیاد تشکر. قربان باشم. عزیزان بیننده سپاسگزارم که بیننده برنامه ما هستین. یک رفت و برگشت کوتاه داریم. شما بیننده تصاویر زیبا از این رستوران دلانگیز باشید. پشت توپک موپک نگرد بیا خیلی پشت باز به ترتیب همون تو شما بین. عزیزان بیننده سپاسگزارم که بیننده برنامه ما هستین. بعد از صرف تمام از لله الحمد امشب هموطنان ما به قدر کافی مهمان نوازی شدن و این رستوران دلانگیز شما زیبایی از این حتما دلا بالای برنامه دیدین. امروز هموطنان ما هستیم صحبت‌های داشته باشیم. در این مارکت خیرخواه ایفای وظیفه میکنن. عزیز برادر سلام و خسته نباشین. سلام علیکم و سلام به تمام ملت افغانستان. قربانتون سلامت باشین. ماشاءالله چقدر یک فضای دلانگیز. امشب بخیری رستوران رسما افتتاح شد. افتتاح شد. افتتاحش نام خدا بسیار یک افتتاح خوب شد. و خصوص امنیتش هم مجهز بود. دیگه بیروت رستوران یک رستوران خاص است در افغانستان. قدر دیکور عالی شده که فکر میکنی وقت در این جمعه اسم میگنی در اروپا آمدی. دیگه خیرخواه مارکت هم کس کمپلکس در افغانستان همیت یک ساختمان بی‌نظیر است در سطح افغانستان و خصوص در کشورهای دیگه هم بی‌نظیر است. دیگه ساختنه است دیگه در افغانستان. چطور است این رستوران بدل شما هست نیست؟ بسیار با امکانات بالا خوب رستوران است. ما خو غذای عزیزی را نوش جان کردیم ناگفته نباید گذاشت. بینندگان نازنین که یک غذای فوق العاده عالی هم داره. بسیار عالی با همه چیز مجهز است رستوران. خوش هستی نه افتتاحی همچین یک جایی؟ خوش هستم دیگه. در وطن ما آبادی شده خوش هستم. آبادی که در هر گوشه وطن میشه و همه ما خوشی و افتخار است. زنده باشی بخیر. قربانتون پیام داشته باشین کمره ما در خدمت. پیام خاصی ندارم دیگه. مسافرایی که دور از وطن هستن در وطن خود ما بیان. تجارایی که دور از وطن است در وطن خود ما بیان یک آبادی کنن وطن ما پیشرفت کنن. همینجا سرمایه گذاری کنن. در وطن خود ما سرمایه ریزی کنن. سلامت باشید. زنده باشی. قربانتون. عزیزان بیننده بسیار زیاد تشکر که بیننده برنامه ما هستین. خدا را شکر که هر روز شاهد یک آبادی تازه هستیم و هر روز کشور ما به طرف آبادی و به طرف پیشرفت روان است و ما هر قدر که این آبادی را به تصویر بکشیم کم است و خوشحالی هموطنای ما را که میبینیم ما هم خوشحال میشیم. چرا خوشحالی هموطنای دوست داشتنی ما خوشحالی ما هست. میریم همراه هموطنای دیگر ما هم صحبتای داشته باشیم. شما ما را همراه باشید. برادرای نهایت گرامی ما هستند. صدای فتاقی و بخونه شما هم میشنوید. عزیز برادر سلام و خسته نباشید. سلام علیکم. خسته نباشید. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شکر الحمدلله. اسم مبارکتان؟ شهباز جان عزیز مسئول تامین امنیت همین مارکت هستین. ما پرسنل امنیتی از خیرخواه کمپلکس هستیم دیگه. فعلا دمیج هستیم دیگه به خاطر امنیت. امشب بخیر چقدر یک جای شیک و عالی افتتاح شده. والا دیگه امشب دیگه افتتاحیه بود دیگه بخیر افتتاح شد. بعد از دیگه برای کل هموطنان ما چی رستوران باز است دیگه. ان شاء الله که دیگه بیاین دیگه اینجا لذت ببرن از همین سایه دلپذیر و فضای رستوران بدل شما هست. چقدر یک فضای شاهانه داره. دیگه نه بسیار مقبول است ان شاء الله دیگه. شاید خدا کنه مت رستوران ها و جای خوبش دیگه هم جور شود و
امید که وطن ما دیگه آباد شود دیگه. چقدر خوب است که هر روز شاهد یک افتتاح جدید هستیم، شاهد یک بازسازی جدید هستیم. والا چرا نه، زیاد خوب است. ما خود دیگه خوش هستیم چرا کم که می‌بینی حال دیگه فهمیدی که وطنای ما خوش باشه دیگه زیاد از بر کل. با عزت باشین، پیام داشته باشین، کمری ما در خدمت. پیام ندارم دیگه، پیام است که دیگه خوش آرام باشی. قربانتان. بسیار تشکر. عزیزان بیننده از شما بسیار زیاد تشکر که بیننده برنامه ما هستین. یک میون برنامه کوتاه داریم، بعدا در خدمت شما هستیم. عزیزان بیننده بسیار زیاد تشکر که بیننده گزارش ما از زیباترین رستوران در قلب کابل هستین. با هموطنان مسئول صحبت‌هایی می داشته باشین. یکی از دکاندارای این مارکت با خود داریم. بعد از صرف تمام امروز صحبت‌هایی داشته باشیم. آقای صاحب سلام و خسته نباشین. و علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. نن د بیروت هوټل په نوی خیرخوا مارکیټ کې افتتاح و او تقریبا 1500 نه 1600 پورې میلمانه و او ډیره خوندوره غذا او ډیره په ښه فضا کې افتتاح وسوه. ډیر هموطنان راغلي وو، تجاران، صرافان او نورو پیشو تجاران راغلي وو، تلویزیونو والا. نو ماشاءالله په ډیره ښه وجه باندې ښه مزیداره غذا و مړۍ ورته ورسېده. آقای صاحب چقدر یک نمای زیبا، چقدر یک فضای دلانگیز و در این مارکت شما هم کار میکنید دیگه، بهترین جای است به شما. دې مارکیټ کې موږ کار هم کوو. موږ دغه وخت کې دوکانونه هم سوځېدلي وو او خپل هم کې الحمدلله دوکانونه لرم ښه ډېر. هر دوکاندار لږ کې سامدار ده. دوکانداران هم کې ډېر راغلي وو، تجاران، نور صرافان. نو بیروت هوټل که هر څوک غواړي چې ښه ډوډۍ یا ښه ذایقې والا هغه خوري. ډېر خوندوره ډوډۍ او ښه مختلفه غذا یې پخ کړې وه او ټولو هموطنانو وخوړه. تاسو هم شاهدان یاستئ چې ښه مزیداره ډوډۍ وه. بدون شک بدون شک. آقای صاحب هموطنای ما که از دور و نزدیک به اینجا بیان، البته فامیلای محترم دیگه، خاطرشون کاملا جمع باشه. ټول هر څوک راځي انشاءالله. دغه څه وخت نه بعد به تصمیم داسې دی د مارکیټ به سهار 8 بجې خلاصېږي تر څو پورې دوکانداران کې د رستوران به هم خلاصي. ټول خلک کولی شي فامیل سره هم راسي. خو تاسو وینئ ډېره ښه فضا. هغسې فکر کوي لکه یو بل دوبۍ یا سنګاپور یا اروپا کې چې څوک اوسېږي. څوک فامیل سره راځي، پس له ماښامه راځي، د ورځې راځي. سر له سبا نه بیروت رستوران خلکو ته هموطنوالو ته غذا و ډوډۍ ورکوي. راست میگن آقای صاحب، بسیار یک نمای زیبا داره مثل همون سنگاپور و همون اروپا. او انشاءالله سنگاپور و اروپا هم کم نه ده. هم د بیروت رستوران څنګ کې خپله د ما دوکان هم دغه پاس مخامخ مغازه ده. نو موږ سره هم ښه توکي د یخچالونه او د یا آبادی‌هایی که در این اواخر میشه و علل خصوص افتتاح همچون رستوران‌ها چقدر باعث شادی و خوشحالی ماست. ډېر د خوشحالۍ ځای ده. هر څوک سرمایه ګري غواړي، سرمایه ګزاري وکړي، خپل وطن کې دې وکړي چې هموطنوالو ته کار پیدا سي، هموطنوال خارج ته لاړ نه سي. ټولو خلکو ته هموطنوالو ته یو د کار زمینه مساعده سي چې د خپل وطن کې کار وکړي. که هغه دوکانداري، که تجارت وي، که رستورانت وي. نو ټول هموطنوال نه غواړو که هغه داسې په غټه سرمایې او که لږي باید خپل وطن کې خلک خپله سرمایه مصرف کړي. سلامت باشین آقای صاحب، قربانتان، خدا کمتان نکنه. پیام داشته باشین، کمرې ما در خدمت. جوړ اوسئ. ټولو وطنوالو ته د ما همدغه خواهش ده چې بس خپل وطن ته راسي، خپل وطن کې ارامي ده، شکر ده. جنګ، جدل، امنیت کې تامین ده، چا ته څه مشکل نشته. شپه ورځ کې ګرځي نو څه مشکل نشته انشاءالله. قربانتان، بخیر باشین. خیر اوسئ، کور ودان. سلامت باشین. عزیزان بیننده بسیار زیاد تشکر که تا این دم بیننده برنامه ما بودید و افغانمیت به خاطر دیدن انتخاب کردین. شما دیگه زیبایی این رستوران خودتان لابلای برنامه بیننده بودید و واقعا بسیار یک جای زیبا، یک جای دلانگیز، یک فضای کاملا آرام برای خانواده‌های نهایت گرامی. و ماشاءالله دیگه صدای پتاقیه و پوقانه هم شما میشنوید که همش به خاطر شادی هسته و چقدر خوب میشه که لحظات بین امرای هموطنای ما، امرای دوستای ما و امرای خانواده نهایت گرامی در این فضای سبز و خوشایند باشیم و لذت ببریم. عزیزان بیننده ایسای سر رسیدیم با آخرین دقایق از برنامه امروزی. این بود از داشته های برنامه من که تقدیم شما عزیزان دوست داشتنی کردیم. تا برنامه بعد که من امید عظیمی با همکار قند دوست داشتنیم امین جان در خدمتتان قرار دارم.
تمامتان را به خداوند منان میسپارم. سربلند باشید، موفق باشید. شب و روز شما عزیزان بیننده بخیر. تا برنامه بعد بدرود.